قربان علی میرزایی سینماگر و کارگردان تلویزیون نگاه از سوی افراد ناشناس مورد لطوکوب قرار گرفته است. آقای میرزایی میگوید پس از آنکه روز شنبه دعوت افراد ناشناس را به بهانه تمویل برنامه اش میپذیرد، از سوی آنان در مکان نامعلومی مورد لطوکوب قرار میگیرد. آقای میرزایی از خانه اش متواری شده و حالا در مکان دیگری به سر میبرد. مصطفی نبیزاده با جزئیات بیشتر. به کوچه ها و پس کوچه های ناحیه 13 شهر کابل می رویم، جایی که یکی از کارمند رسانه و سینماگر مشهور کشور به فجیع ترین شکل از سوی افراد ناشناس لطوکوب شده است. قربان علی میرزایی مشهور به بابا صبور. آقای میرزایی روز شنبه زمانی که در دفتر کارش مصروف بوده، از سوی افراد ناشناس با بهانه تمویل برنامه‌اش با وی از طریق تلفن تماس میگیرد و در مکان مشخصی وعده ملاقات میگذارند. خلاصه گفتم امر خدمت، گفت ارزم که ما یک شرکت داریم، تازه افتتاح کنیم شرکت همین در هشتمین جشنواره که شما مقام اول گرفتین، یک نمایش داشتین به نام نوربندک به خواستگاری می رود. این میر دوست دارم که دمو برنامه اجرا کد. ما گفتم خوبه، مشکل نداریم، اجرا منیم. و دیگه یک دو دانه اعلان میدیم دمی برنامه شما، یکی در رادیو یکی هم در تلویزیون. افراد ناشناس با وی موتر عمله را برای اعتماد هرچی بیشتر میفرستد. زمانی که آقای میرزایی در موتر عمله بالا می شود، از سوی افراد داخل موتر با گرمی استقبال می شود. تا که دوستان بیان بالا رفته شدم که یک نفر رو تا شد درگاه پیشروی باز کرد، ما در پیشروی شیشتم، اینا دو نفر پشت سر حرکت کردیم تا گلایه دواخانه را همینطور شوخی و مزاح و خنده و از برنامه گپ میزنه، از افتخارات گپ میزنه که شما به در فرهنگ سازی که زبون مردم از را رشد دادین. میگوید زمان نزدیک به مکان ملاقات میرسد برای وی نوشیدنی میدهد. او پس از نوشیدن بیهوش می شود و به مکان نامعلوم انتقال داده می شود. اما زمانی که آقای میرزایی به هوش می آید، می بیند که در یک اتاق روشن آویزان و از سوی چند تن با توهین مورد لطوکوب شدید قرار می گیرد. رانی را باز کرد خوردیم، خودونش هم شروع کرد خوردم، هم مخورم دیگه. رانی خلاص شد نشد خبر ندارم دیگه این رانی شد و بیهوش. آقای میرزایی پیش از این نیز چندین بار از سوی افراد ناشناس تهدید شده بود. میگوید که برای رفع این مشکل به پلیس مراجعه کرده، اما به خواست او توجه صورت نگرفته است. آقای میرزایی از خانه‌اش متواری شده و حالا به مکان دیگری به سر میبرد. ولی این دفعه یه جلکدینیه. این میال ما خانه خود تغییر دادیم. در خانه همون شما شاید پیش خانه رفته باشین، در خانه ما کسی ششته نمیتونه. رهبران حکومت وحدت ملی در زمان پیکارهای انتخاباتیشان وعده داده بودند که از آزادی بیان حمایت میکنند، اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها افزایش یافته است. در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی